جزئیات جذاب بازی رد دد ردمشن قسمت 12. اگه آرتور توی برف وایسه سردش میشه. وقتی با خرس درگیر میشی جای پنجه های خرس رو میتونی ببینی. اگه به سنگ های قبر شلیک کنی تیکه تیکه میشن. میتونی به خیریه پول اهدا کنی و بعد دوباره پولت رو پس بگیری، البته با زور.